این مرد مشهورترین سرآشپز جهانه. هر رستورانی که اون توش غذا میخوره درجا 5 ستاره میشه و قیمت غذا 69 برابر میشه. اما قبل از اون تمام پرسنل اون رستوران باید بهترین غذاهاشون رو برای سرآشپز حاضر کنن و اگه سرآشپز راضی نشه رستوران رو میخره، همه رو اخراج میکنه و بعد میده در ورودیشو بتون بگیرن. تمام آشپزای این رستوران با نهایت دقت و وسواس بهترین غذاهاشون رو برای سرآشپز آماده میکنن. اما سرآشپز همه غذا رو رد میکنه. حالا همه پرسنل غذاشون رد شده و فقط این دختر ظرفشور باقی مونده که برای سرآشپز آشپزی کنه. همه فکر میکنن کار رستورانشون تمومه، اما دختر همشون رو نادیده میگیره و شروع به آشپزی میکنه. اون تمام غذای رد شده رو بررسی میکنه تا ببینه هر کدوم چرا رد شدن و بعد غذای خودش رو میپزه. به محض اینکه سرآشپز غذای دختر رو میبینه از زیبایی شوکه میشه و به محض اینکه غذا رو میچشه چشماش پر از اشک میشه و حتی بدون دیدن دختر اونو به عنوان آشپز اختصاصی خودش استخدام میکنه. اما سرآشپز نمیدونه آشپز اون غذا همون دختر کوچه‌ایه که دیروز ماشین خوشگلشو خط انداخته.